در جلسه قبل اگه یادتون باشه پاستولیت‌ها یا فرضیات تئوری کوانتوم با هم دیگه صحبت کردیم و ضمن اون رسیدیم به بحث اپراتورها و اینکه چه اهمیتی اپراتورها دارن و خصوصا نوع هرمیتی اونها. امروز میخوام این جلسه و جلسه بعدی رو اختصاص دادم که راجع به همین اپراتورها صحبت کنم که چون یکی از مهمترین مباحث مکانیک کوانتوم هست. برای درک مکانیک کوانتوم باید مفهوم این اپراتورها رو خوب درک کنیم. از اینجا شروع کنم که وقتی در زندگی روزمره‌مون که اساساً بر اساس مکانیک نیوتونی هست، وقتی ما میایم صحبت میکنیم، مثلا فرض کنید که میگیم که در امتداد این مسیر، مثلا بگیم x، این امتداد یه چیزی رو، یه جسمی رو، حالا بگیم یه ذره ای رو که یه جرمی برابر m داره حرکت میکنه. میتونه یه دونه توپ باشه، مثلا توپ پینگ پونگ باشه، تنیس باشه، هرچی، یه سفینه باشه، یه الکترون باشه، هرچی. وقتی ما میگیم که این در این لحظه خاص، در این زمان خاص، در نقطه‌ای مثل اینجا قرار گرفته که اینو در امتداد x میتونه هر نقطه‌ای باشه دیگه، میگیم در این نقطه خاص قرار گرفته، یعنی یه عددی بهش میگیم. مثلا میگیم در نقطه از مبدئی که داریم، مبدأ من مثلا 0 باشه، در نقطه 5.5 قرار گرفته، یعنی از اینجا تا اینجا 5.5. یه عددی رو مشخص میکنیم که موقعیت اون جسممون رو چی تعیین میکنه. اینجا یه عدد خاصیه، یه عدد خاصیه. چرا؟ چون میتونست هر کدوم از این بی‌نهایت عددی باشه که در امتداد x باشه، درسته؟ ولی وقتی ما میگیم که در x1 روی یه مقدار خاصی، یه مقدار ویژه‌ای داریم بحث میکنیم که بشه x1 و موقعیت اونو جسممون رو تعیین میکنه برای ما. اگه بگیم در همون موقع مثلا سرعتی هم داره که برابر با v1 v هست و به طرف راست حرکت میکنه، خب اینم باز یه مشخصه ویژه این جسم ما رو در اون لحظه به ما میگه که چون میتونه سرعت فرض کنیم که میتونه سرعتش در زمان تغییر کنه، در نقاط مختلف تغییر بکنه. وقتی ما میگیم که در این نقطه سرعتش 5 متر در ثانیه به طرف راسته، باز از اون بی‌نهایت مقداری که مورد میتونه داشته باشه، پتانسیل اینو داره که داشته باشه، چی در طبیعت ما یکیشو در اون لحظه داریم میکشیم بیرون و راجع بهش صحبت میکنیم. حالا اگه به جای سرعت هم هرچی الان جلوتر خواهیم رفت در بحثامون خواهید دید که ما زیاد به سرعت علاقه نداریم، بیشتر دوست داریم راجع به مومنتوم صحبت بکنیم. دلایلش رو بعداً با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، خصوصا در ریاضیات کاربردی وقتی بحث لاگرانژیان و همیلتونیان اینا رو صحبت میکنیم اونجا بیشتر وارد جزئیات میشم. بنابراین ما میایم اینجا میگیم که مومنتومش هست mv. خب جرمش که مشخصه چیه. وقتی ما میگیم در اون نقطه مومنتومش هست mv، مثلا 6.15، معنیش چیه؟ معنیش اینه که میتونست از بین مومنتوم های زیادی که میتونه داشته باشه یه جسمی، ما در این لحظه اون مومنتوم ویژه خودمونو داریم راجع بهش صحبت میکنیم. و همینطور میتونیم بگیم که در این لحظه میتونه یه انرژی داشته باشه که مثلا مقدارش ای باشه، که شامل جمع انرژی هایی که میتونه مثلا انرژی پتانسیل، انرژی جنبشی، هرچی. بگیم الان این ذره من یا اون جسم من اونجا این مقدار انرژی خاص رو داره، مثلا 560 تا، درسته؟ خب بازم این میتونه در قسمت های مختلف میتونه انرژی های مختلفی داشته باشه، ولی وقتی ما میایم میگیم این انرژی خاص، اون انرژی خاص رو ما مد نظر ما هست از بین اون کلی از انرژی هایی که میتونست داشته باشه. خب در حقیقت ما در این مقادیری که اینجا هست یه مقادیر ویژه‌ای برای ما هستند که راجع بهشون صحبت میکنیم. خب تا امروز اسمشو مقادیر ویژه نمیذاشتیم، ولی الان میخوام دوست دارم بگم که اینا
واقعا مقادیر ویژن از یه مقادیر کلی که میتونست این ذره من داشته باشه در ایکسش، مومنتومش و انرژیش. مثل این مقادیر ویژه رو ما اصطلاح داریم دیگه. ما تا حالا در چند جلسه گذشته در جبر خطی صحبت کردیم. به این مقادیر ویژه میگیم چی؟ میگیم آیگن ولیو های من. آیگن ولیو های من در حقیقت این چیزایی که این مقادیری که من اینجا به دست میارم یا اندازه میگیرم که این جرف کجا هست، مومنتومش چقدره، انرژی چقدره، در حقیقت اون مقادیر ویژه رو از اون مقادیری که میتونست داشته باشه اونا رو کشیدم بیرون. درسته؟ یا اینجوری دیگه بگم، در حقیقت اون کاری که ما در زندگی روزمره میکنیم، در فیزیک نیوتنی مثلا میکنیم، با این راجع به اینجور چیزا صحبت میکنیم، راجع به مقادیر ویژه صحبت میکنیم، راجع به آیگن ولیوها صحبت میکنیم. خب این معنیش چیه؟ معنیش اینه که اگه ما آیگن ولیو داریم، اینا چیزای مهمی نیستن، یه حالت خاصی از یه چیز کلی هن. انگار مثلا میتونیم بگیم که در اون نقطه خاص سایه ایکس و سایه نمیدونم مومنتوم، سایه انرژی یه واقعیتی هستن. خب چرا؟ چون ما میدونیم که آیگن ولیو ها، الان میدونیم که هر آیگن ولیوی زایده چی؟ یک ماتریسیه در استیت خاصی که به من اومده اون آیگن ولیو رو در اون استیت خاص به من داده دیگه. الان میدید چقدر قشنگ داریم ربط میدیم این صحبت ها رو به صحبت های ریاضی، آیگن ولیو و آیگن وکتور و این چیزا. خب من میگم این چیزی که ما اینجا به دست میاریم اسمش آیگن ولیوه، مقدار ویژه است. اگه آیگن ولیوه، هر آیگن ولیو که همیشه نیست، هر آیگن ولیویی با خودش، مزدوج خودش، کانجوگیت خودش، هر جوری که اسمشو بذارید، استیت خاصی داره. در یه استیت خاصی این آیگن ولیو رو داره. و تازه این استیت خاص که اسمشو گذاشتیم آیگن وکتور، همینجور دیلی هم که نیستن، از هیچ جا که نمیان، زایده این ماتریس خاصی هستن و اینا همش به هم دیگه مربوطن. در جبر خطی همه بحث کردیم، بابت همین بود. ببین این آیگن وکتور به این ماتریس مربوطه، این آیگن ولیو به این آیگن وکتور مربوطه و به اینا همش با هم معنی دارن. یعنی این آیگن وکتور رو و این که هر خودش یکیه با آیگن ولیو، با ماتریس با هم دیگه هستند. این ماتریس من این آیگن ولیو رو داره، وکتور رو داره، با این آیگن وکتور این آیگن ولیو رو داره. نتیجه اگه من در فیزیک نیوتنی میام اینجا این مقدار و این مقدار و این مقدار و این حالا 3 تا مقداری که هست اندازه میگیرم، یعنی آیگن ولیو ها مقادیر ویژه هستن، پس هر کدوم از اینا برای خودش یه آیگن استیت داره، آیگن وکتور داره. حالا من اینو اینجوری بگم، ما اینو تا امروز در ریاضیات میگفتیم چی؟ آیگن وکتور من، آیگن وکتور، اون بردار چیز ویژه خود من، اینو میگفتیم آیگن ولیوی خود من. درسته؟ از این به بعد در مکانیک کوانتوم این اصطلاح ریاضیه. در مکانیک کوانتوم ما اینو میگیم آیگن استیت. چرا؟ چون یه استیت خاصی رو نشون میده دیگه. درسته؟ یه استیت خاصی رو نشون میده، مثل این آیگن استیت میگیم. حالا بعداً خواهید دید که وقتی وارد فضای هیلبرتی میشیم یه اصطلاح دیگه هم به این اضافه میکنیم، علاوه بر آیگن استیت میتونیم یه چیز دیگه بگیم که امروز هم وقت نشه، جلسه دیگه حتما راجع بهش صحبت کنیم. پس نتیجه اون چیزایی رو که ما در طبیعت اندازه میگیریم، مشاهده میکنیم، اندازه میگیریم و یه عدد خاصی رو به دست میاریم، هر کدوم از اونا به استیت خاصی و استیت ویژه‌ای، حالت ویژه‌ای هست که اون عدد رو به من میده، که خود اون استیت هم، اون حالت هم وکتوره یا حالت خاصی هست، چی؟ آیگن استیت خاصی هست از این ماتریس من که گفتیم چیه؟ اپراتور منه. درسته؟ اینو ما ریاضیات گفتیم ماتریس، اینجا ما میگیم اپراتور منه. و یادمون باشه که این اپراتوری که ما میگیم هر ماتریسی نیست، این ماتریسی هست که چیه؟ هرمیشیان باشه.
یادتون این خیلی مهمه. اگه هرمیشین نباشه به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون دیدیم تنها مهمترین ویژگی اپراتور هرمیشین اینه که این آیگن ولیو هایی که به من میده اینا مقادیر واقعی هستن، ریل هستن، ایمیجینری نیستن، کامپلکس نیستن. و ما در طبیعت وقتی میریم یه چیزی رو اندازه میگیریم، میگیم مثلا ذره من در 5 متری قرار گرفته، دیگه 5 متر عدد واقعیه، 5 متر موهومی نیست، آی نیست، درسته؟ میگیم مومنتومش اینه، مومنتومش میگیم یه چیز واقعیه، یا انرژیش باز همینطور. بنابراین این هرمیشین بودنش خب این اهمیت رو داشت. خب با این صحبتایی که من کردم به نظرتون نمیاد که اون چیزی که ما تا امروز در فیزیک هر وقت در فیزیک نیوتنی در زندگی روزمره اون مقادیر رو که مشاهده میکنیم، چیزایی رو که مشاهده میکنیم و اندازه خاصی رو، عدد خاصی رو ازش میکشیم، یعنی اندازه میگیریم، چرا؟ چون میتونست مقادیر مختلفی باشه. اونا در حقیقت چیه؟ از یه واقعیت دیگه ریشه گرفتن، از یه واقعیتی مثل این که ما اونو در اون لحظه نمیبینیم. و یا این چیه؟ این همون چیزیه که به ما میتونه قابل مشاهده هست، یه چیزایی که در طبیعت ما میتونیم مشاهده بکنیم، میتونیم چی؟ اندازه گیری کنیم، که وقتی میاییم اندازه میگیریم اینو به دست میاریم، وقتی میاییم اندازش میگیریم خب اینو به دست میاریم. پس این همون چیزیه که ما گفتیم همون جزء پاستولت های تئوری کوانتوم، یکی از فرضیاتش بهش گفتیم اینا چیه؟ اپراتورها، میجربل های ما هستن. اینا معرف میجربل ها یا ابزروبل های ما هستن، چیزایی که مشاهده میکنیم به عنوان یه موجود در کره زمین، در جهان. ما یه چیزایی رو مشاهده میکنیم، خب میتونیم اندازه بگیریم اونا رو. چی رو؟ انرژیشو. چی رو؟ مومنتومشو. چی رو؟ موقعیتشو. پس اینا در حقیقت چیه؟ همونایی است که میتونیم اندازه بگیریم. ولی یادمون باشه میتونیم اندازه بگیریم، شما میتونید اندازه بگیرید ایکس رو در هر کدوم اینا باشه، یکیشو میکشی بیرون. خب پس اینی که ما میگیم اپراتور یا میجربل ماست، کل اونو بیان میکنه برای اون سیستمی که داریم، برای مثلا این ذره‌ای که داریم. این به من میگه که مثلا فرض کنید که این ذره من بین 2 تا دیوار حرکت کنه از 0 تا 10 متر اینجا. این ذره میجربل مکان من به من میگه که میتونه از 0 تا 10 متر هر جایی که دلمون بخواد میتونه باشه. وقتی ما اندازه میگیریم میبینیم که اینجاست، یکی از اونها رو کشیدیم بیرون، درسته؟ و همینطور این ذره من در این محدوده میتونه مومنتوم های از فلان تا فلان داشته باشه. پس میجربل من مومنتومه که وقتی من میام اندازه میگیرم یه لاندای خاصی از مومنتوم رو میکشم بیرون. کی میکشم بیرون؟ باید حتما در یه استیت خاصی باشه. ما میدونیم که این خود به خود که نیست، این وقتی به دست میاد که در این استیت باشه، درسته؟ اینا صحبت هایی که در جبر خطی داشتیم. پس الان یه خورده دنیا رو متفاوت تر از قبل باید ببینیم. تفاوتش چیه؟ اون چیزایی که ما در زندگی واقعی داریم و اندازه میگیریم، آگین ولیو ها رو اندازه میگیریم، اینا از یک واقعیت های دیگه‌ای زائیده میشن، متولد میشن که بشه این واقعیت، که چیزایی که میتونیم در طبیعت اندازه بگیریم، در فیزیک اندازه بگیریم. پس من با این صحبت ها میتونم بیام بگم که ما حداقل 3 تا میجربل داریم. خب میجربل انرژی داریم، یعنی چی؟ یعنی میتونیم انرژی رو مشاهده کنیم، میتونیم مشاهده کنیم یا اندازه بگیریم. دو تاش یک کلمه است یا اصطلاحش به کار میبریم. میتونیم میجربل مومنتوم داشته باشیم، یعنی داریم، و میجربل مکان داریم، موقعیت داریم، درسته؟ هر کدوم از این میجربل ها هم که ما میگیم یه اپراتور، یه هرمیشین اپراتور. پس ما یه دونه هرمیشین اپراتوره خب داریم مخصوص انرژی، یه دونه هرمیشین اپراتور داریم مخصوص مومنتوم که با پی نشون میدیم، یه دونه هم هرمیشین مومنت اپراتور داریم مخصوص ایکس. خب این هرمیشین اپراتورهای من اینا هستن که برای هر کدوم اینا ما آیگن وکتورهای خودشونو داریم.
پس این آیگن وکتورهای خودشو داره، این آیگن وکتورهای خودشو داره، این آیگن وکتورهای خودشو داره. هر کدوم از آیگن وکتورهاش برای خودشون لامدا دارن. این آیگن وکتور خودشو داره، برای خودش لامدا خودشو داره. اینم همینطور، اینم همینطور. خب پس میبینیم که بحث مهمتری که ما میتونیم داشته باشیم اینه که بفهمیم این اپراتورها چی هستن، این میجربل ها چی هستن. اینایی که ما میبینیم سایه هاست، با سایه ها داریم صحبت می‌کنیم، چیزای گذراست. الان این لحظه اینجاست، یه لحظه دیگه اینجاست، یه لحظه دیگه انرژیش چی میشه. واقعیت جهان چیه؟ واقعیت یه خورده عمیق‌تر از اینه. اگه بریم ما واقعیت رو بالاتر ببینیم، انگار مثلا یه بعد دیگه تجسم بکنید. برای تجسم کردن میگم. از اونجا هست که ما میایم اینا رو به دست میاریم، بریم اینا رو یاد بگیریم، ببینیم که چی هست. خیلی خب، ما توی جلسه امروز و جلسه بعد این اپراتورها رو یاد خواهیم گرفت. این سه تا اپراتور نیست، فقط یه اپراتور دیگه هم هست که مثلا اپراتور مثلا در مورد الکترون یادتون هست ما گفتیم هر الکترون اسپین داره. پس اسپین میجربل هست. چرا؟ چون ما اسپین رو میتونیم ابزروش بکنیم. ابزرو منظورم کوانتومی بکنیم. وقتی ابزرو میکنیم ویو فانکشن کلاپس میشه دیگه، درسته؟ و این به من چی؟ ابزرو که میکنیم میگه که من 2 تا استیت بیشتر به تو نمیتونم بدم. این به من میتونه بی نهایت استیت بده، بی نهایت هم آیگن ولیو بده، درسته؟ ایکس من. ولی اسپین من چی؟ اسپین من میگه که من 2 تا استیت بیشتر ندارم. تا حالا دیدیم دیگه در آزمایشایی که کردیم، الکترون میذاشتیم تو میدان مغناطیسی، یا فوتون رو ساطع میکنه یا نمیکنه دیگه، درسته؟ 2 تا استیت بیشتر نیست. میگه من 2 تا استیت بیشتر بهت نمیدم. در یه استیت من یا بالاست، استیت دیگه من پایین، غیر از این نیست. حالا اینجوری بگم به طور کل استیت من یا به این طرفه یا به این طرف، اسمشو خودتون بذارید. در این حالت آیگن ولیویی که بهت میدم یکه، در این حالت آیگن ولیویی که بهت میدم منهایی. یعنی چی؟ یعنی من بیام میجربلی به اسم اسپین داشته باشم که دارم، اینو ابزرو بکنم و اندازه بگیرم، میجر بکنم با مکانیزمی که دارم، میدان مغناطیسی، من 2 تا عدد به دست میارم. یکی از 2 تا عدد، اونم نه هر 2 تاش، یا 1 به دست میارم یا منهای 1 به دست میارم، درسته؟ و در 1 میدونم که آیگن استیتش هست آپ، مثلا در منهای 1 آیگن استیتش هست داون. بنابراین اپراتوری که من اینجا دارم برای اسپین، میجربل اسپین، باید چی؟ 2 در 2 باشه، درسته؟ یه 2 در 2 هست که به من میتونه 2 تا آیگن وکتور مستقل بده که چی؟ قبلا صحبت کردیم اینا، مستقل و متمایز بده که 2 تا چی؟ اینجا دیگه کاملا مشخصه، 2 تا آیگن ولیوی کاملا مستقل میده، یکیش 1 یکیش منهای 1 و اینا با هم دیگه چیه؟ چون کاملا متمایزن، این آیگن وکتوراش هم گفتیم که در این حالت چیه؟ ارتوگونال هستن، به هم دیگه عمودن. پس یکی از اپراتورایی هم که ما صحبت خواهیم کرد اسپین هست که ما اینو با سیگما نشون میدیم، که اینا رو معمولا اگه اپراتور باشه بعضی کتابا با سیگما نشون میدن، اینو ایکس نشون میدن، با اینو پ، اینم ای نشون میدن. ای هم ای نیست، خواهید دید که به جاش یه چیز دیگه هست. خب همیلتونیانه، ولی بعداً راجع بهش صحبت می‌کنیم. به هر حال ما 4 تا اپراتور مهم داریم که اینا هرمیشیان هستن. 4 تا میجربل داریم. ها اون 4 تا رو ما بررسی خواهیم کرد. اولش من از اسپین شروع میکنم چون خیلی ساده است، چون 2 تا استیت بیشتر نداره، ماتریسش هم ساده است، اپراتورش هم ساده است. ولی خب خواهید دید که اطلاعات خیلی زیبایی در مورد اسپین به ما خواهد داد که همون چیزایی که برای ما مرموز می اومد، خصوصا ترم اول راجع به اسپین صحبت می‌کردیم یا تا حالا، همینی که در قالب این ریاضیات آیگن ولیو، آیگن وکتورها چقدر قشنگ به ما دقیق جواب میده اون چیزایی رو که قبلا صحبت کردیم. پس تمرکز من فعلا امروز راجع به اسپین خواهد بود. جلسه دیگه این 3 تا اپراتور دیگه رو صحبت خواهیم کرد. یه چیزی جالبی هم که اینجا شما ممکنه براتون متوجه شدید و براتون عجیب باشه اینه که من x رو که تا حالا یه عدد شما میدیدید، x رو من یه اپراتور تعریف میکنم. یعنی چی؟ چون میجربل من و نه تنها اپراتور تعریف، بلکه میگم اپراتور هرمیشیان هست.
و میگم که میجربلی دارم به اسم x که هر وقت من اینو میجر بکنم یه آیگن ولیو x1 به من میده، x2 به من میده، x0 میده و چی میده. خب و جالبه که چون این x1 من اینجا بی نهایت عدد میتونه باشه، پس اپراتور x من بی نهایت آیگن استیت میتونه داشته باشه دیگه. آیگن استیت ها با آیگن، درسته؟ همینجوری که اسپین من چون میتونه فقط 2 تا عدد داشته باشه، 1 منهای 1 2 تا آیگن استیت داره، اگه x من اپراتور من اینجا بی نهایت آیگن ولیو به من بده، یعنی چی؟ یعنی بی نهایت هم چی؟ آیگن وکتور داره، این که به هم دیگه چی هم؟ ارتوگونالن. این خیلی مهمه. خب یه خورده برامون ممکنه الان عجیبه، تا امروز طول و عرض و ارتفاع رو، حالا مکان رو به طور کلی بگم، به صورت عدد میدیدیم، الان میبینیم که چیه؟ اپراتوره. خب خیلی مهمه این نکته‌ای که میگم. یه خورده عمیق‌تر فکر بکنیم. چیزی که ما اندازه میگیریم میگیم فلان، در حقیقت از یه واقعیتی به اسم میجربل چی؟ مکان، حالا موقعیت. حالا موقعیت که میگیم که اینو معمولا اسمشو میگیم پوزیشن. خب بهش میگیم پوزیشن اپراتور، ها، مومنتوم اپراتور، انرژی اپراتور، اسپین اپراتور. خب خیلی خوب، پس با یه نکته زیبای طبیعتا الان چی با هم دیگه آشنا شدیم. خب چقدر قشنگ این تئوری کوانتوم، چقدر قشنگ ما رو یه دید قشنگی از جهان برای ما میده و دیدی کاملتر، کلنگرتر از اون چیزی که در ظاهر ما میبینیم. بذاریم من خود مرتوب شد که خب بذارید بیایم الان اسپین اپراتور رو بخوایم صحبت بکنیم. اپراتور اسپین، میجربل اسپین رو بخوایم صحبت کنیم.